مسابقات امریکا در رشته جودو برایتون چی داد؟ چی تجربه آموختید؟ برای من یعنی در امریکا اومدم سر اول من در اینجا اومدم دکومنتو را حول دودگیم خدا خواهد من امی دکومنت میگیرم و انشالله برای مسابقه جام امریکا هست که من در اینجا اشتراک میکنم. دکومنت اون حجت ها برای شرکت در مسابقه یا که ادامه تمرین و ورزش در امریکا؟ ادامه تمرین و ورزش. و این مسابقاتی که گفتید مسابقه امریکا در سراسر امریکا کی برگزار می شود؟ خدا خواهد ماه اپریل انشالله ماه اپریل برگزار میگردد. کالیفرنیا شتات کالیفرنیا برگزار میگردد. انشالله در اونجا خدا خواهد جای یکم رو نشان میکنه. و خوشبخت جان زیر پرچم کدام کشور مبارزه میبرید؟ تاجیکستان، امریکا یا جای دیگر؟ من تا همه روزم من پرچم تاجیکستان را فقط میبرداشتم و اینام امریکا من برام میکنم پرچم امریکا میبردارم. لیکن من تاجیکم. هدف نهایتون چی هست؟ شاید پیروز شدن در بازی المپیک در جهان، نمیدونم. سر اول امی ورزشگری که به امی ورزش مشغول می شود یعنی به خود یک چی میماند که بازی المپیک خدا خواهد که من امی جام امریکا را غالب میبرم بعد به جام جهان یعنی این سال که چمپیونات جهان در ونگریا برگزار میگردد من خدا خواهد اینام امریکا میرم به همین مسابقه. در تاجیکستان زیر سرپرستی کدام مربی تمرین میکردی؟ من شنیدم با رسول باقیف هم، نه؟ بله من سر اول که در ولایت مختار کوهستان بدخشان یعنی ترینر مهربانی من بوی محمد ابراهیمچو بود. من سر اول خطی وای کار کردم بعدا من به شهر دوشنبه هم خطی مربی شناخته جمهوری تاجیکستان محمد شریف سلیمانوف و بعدا من به فدراسیون روسیه آمدم با یعنی پهلوان بهترین شناخته جمهوری تاجیکستان و بیرون تاجیکستان با رسول باقی و ترینرش ولادیمیر نیکولایویچ الچنینوف مشق خود را دهان دادم. خوشبخت هر یک ورزشکار طور بروسی هم میگویند کمیر یا ورزشکاری محبوب دارد. از تو که هست؟ رسول بخیر. در امریکا زندگی بگیم آسان نیست، باید کار هم کرد و پول خانه پیدا کرد و پول زندگی. آیا پول شما را میپردازند؟ از کدام حساب زندگی میکنیم اینجا؟ من همه مردم شریف تاجیکستان و مردم شریف بدخشان که امریکا دارن نیویورک دارن که مرا دستگیری میکنن، من رحمت کلام و منداری خود را به این نفران میگم که رحمت کلام که باید مرا دستگیری کرده استند. من فقط همینجا سحر دیگر مشق میکنم که برای مسابقه بین المللی تیاری دیده استم. همه مردم شریف تاجیکستان در رحمت کلام که ما دستگیری کرده استند. تشکر خوشبخت جان. امیدوارم طوری که گفتم به آرزویت میرسی، شاید قهرمان المپیک هم میشوی. تشکر برای صحبت.